سلام بچه‌ها، امروز می‌خوایم بریم چند تا از کدهای بازی جنایات در لس آنجلس رو بهتون بگم. خیلی هم کدهای به درد بخور و باحالی هستن. وایسیم تا بیاد. خب بچه‌ها، میخوام بهتون کد ماشین پلیس رو بهتون بگم که چطوری هر ماشینی رو تبدیل به ماشین پلیس کنید. باید حتما رنگ ماشینتون یا آبی باشه یا سیاه. من این ماشین رو سفارش میدم. میرین اینجا، این بالایی رو میزنین، بعد میزنین این کدها باید انگلیسی بزنین، انگلیسی. اینو که بزنین و میبینیم و آجیلش هم کار میکنه. این سوار میشین، استارت میزنین، بعد دوبار که بزنین روی بوقش آجیلش کار میکنه. حالا آجیلش نمیدونم، یه لحظه صبر کنین. این بوقشه، اومد. اینم صدای آجیلشه. و شما وقتی پیاده بشین صدای آجیلش خودکار قطع میشه ولی هنوز آجیل میزنه. خب بریم سراغ کد بعدی. کد براتون یک کد بیارم. کد نامری کردن بدن کاراکترتون. این کد رو میخوام بزنم و یک راز دیگه هم بهتون بگم. دوبار بزنید رو سر کاراکترتون. برای من این مپش نمیاره. دوبار بزنید رو سر کاراکترتون، میتونین شب و صبحش کنید و کارهای دیگه هم میتونین بکنید. خب من میرم چون کدش طولانیه، بعد برمیگردم. خب بچه ها، من کدشو زدم. حالا تایید رو میزنیم و میبینیم که بدنمون نامرئی شده. ولی وقتی شما تو 2 نفره که بازی میکنین، الان مثلا نگاه کنین ماشین منم اینجوری شده، ماشینم دیده نمیشه. این کدش زیاد باحال نیستش به خاطر اینکه ماشینا هم اینجوری میشه. خب بریم سراغ کد بعدی. کد تکیه دادن به دیوار. حالا من برم بیرون بیام تو که صبحش کنم. خب بچه ها، من صبحش کردم. شما میچسبین به دیوار و این کدی که بهتون میگم رو بزنین، تکیه میدین به دیوار. کدش زیاد نیست، کمه، راحت میتونین بزنین. این رو که بزنین یک حالت گنگی تکیه دادین قشنگ. خب میریم سراغ کد بعدی.
کد غیر فعال و فعال کردن بارونه که الان براتون میزنم. یک لحظه صبر کنین. خب این کد من بزنم. این کد رو میزنیم بارون میاد. کد رو که بزنیم بارون میاد و فکر کنم دوباره همین کد رو بزنیم بارون قطع میشه. امتحان کنیم. بله شما یک دفعه بزنین بارون میاد، یک بار دیگه بزنین بارونش قطع میشه. حالا کد خودکشی رو میخوام بهتون بگم. کد اینم کم هست و راحته. و میمیرین. دیگه چه کدهایی رو بهتون بگم؟ کد مست کردن. کد مست کردن من یک بار امتحان کردم الکی بوده. و دیگه چه کدهایی بهتون بگم؟ میتونین لحظه صبر کنین من یک ماشین سفارش بدم. میتونین با این کدی که بهتون میگم میتونین بالای عقب این ماشین رو بردارین. خب من اینجا وای میسین و میزنین کد رو. کدش خیلی زیاده، من میرم و برمیگردم. کد زیاد به درد بخوری نیست ولی من براتون میذارم. خب بچه ها من کد این رو زدم. یک لحظه بهتون فرصت بدم که کدش رو بزنین و تایید رو میزنین و میبینیم که بالای عقبش رفت. بعد دیگه بهتون چه کدهایی بگم؟ کد اسپان کردن یک زامبی هستش. بعد کد اسپان کردن یک ارتش زامبی. نمیدونم این میگیره یا نه ولی حالا من طولانیه میرم و برمیگردم. فکر نکنم واقعی باشه. خب بچه ها من این کدش رو زدم و اینم ببینیم واقعیه یا الکی. تایید رو زدیم و الکی بود چون الان من هیچ زامبی نمیبینم، همه آدم و ماشین هست. و دیگه بهتون چه کدهایی بگم؟ کد قبلا که بهتون گفتم بدن کاراکترتون غیب میشد. حالا این کد رو بزنین سر کاراکترتون غیب میشه و باید کاراکترتون عین یکی من سر یعنی این کلاه نداشته باشه. من برم کلاهشو بردارم. خب بچه ها من سر کاراکترم رو عوض کردم و چون کدش طولانی بود کدش هم زدم و تایید رو میزنیم. باید سر کاراکترتون این شکلی باشه و کار نکرد. و اینم از آخرین کدش بود. تا ویدیوی بعدی خدا حافظ و لایک و ساب هم یادتون نره.